ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله رب العزت به امرای کلام خود قوم را بلند مرتبه می سازد و قوم را به زمین می کوبد. امام نووی در ذیل این حدیث شرح مسلم می نویسد که مراد این است هر کسی که به قرآن روی بیاورد، قرآن را تلاوت بکند، به داشته‌های کلام الله رب العزت عمل بکند، خداوند آن را عزیز می‌دارد. یعنی عزت دنیا و آخرت را برای بندگانش که کلام او را تلاوت بکند و به آن عمل بکند الله رب العزت نصیب می‌گرداند. و میگوید مراد این است هر کسی که تلاوت کلام الله را ترک بکند، هر کسی که از کلام الله دوری بکند، به داشته‌های کلام پروردگار عمل نکند، الله رب العزت او ذلیل است و خواهد ذلیلش کرد. یعنی فردای قیامت پروردگار این بندگان را ذلیل میکند. امام فخر رازی میگوید که منافقان تنها به این میاندیشند که عزت در مال و داشتن دوستهای زیاد است، بی خبر از این که الله رب العزت بیان میکند که عزت به ایمان به الله رب العزت و عزت در پیروی از رسول الله علیه السلام است، کسانی که خواهان عزت باشند. و همچنان ابن قیم جوزیه میگوید که عزت در 3 چیز منحصر است. عزت را فقط بندگان الله رب العزت گم شده خود را بندگان پروردگار میتوانند که در 3 چیز دریابند. اول بیان میکند که در طاعت و عبادت الله رب العزت عزت است و همچنان در تلاوت کلام الله رب العزت عزت است و در فروتنی سر خم کردن در برابر حق و احکامات الله رب العزت در این 3 چیز عزت است.